و وینفیلد داره خطر میکنه که والتر کروک از زندان آزاد کنه و این جاییه که من و تو باید وارد عمل بشیم. و مایکل دوبایز، همون شعبده بازی، 25 سال به خاطر یه دزدی بزرگ، همون دزدی الماس. ارزش تجاریش 5.5 میلیون دلاره که هرگز پیدا نشد. من اینجا زود کن دیگه داریم میرسیم. اون خونه های روبرو باید شهر باشه. صدای زنگ کلیسا رو میشنوم. باید بدونه که من فقط برای دادن چیزی نمیرم اونجا، بلکه فقط میخوام برم از رد و برق خواهش کنم از این جنگل بره، چون همه رو ترسونده و ناراحت کرده. آقای مالفوی، من چیزی دارم که مال شماست. شما این دفترچه رو روزی که به کوچه دیاگون رفتیم توی پاتیل جنی ویزلی انداختین. خب این نامه مال وقتیه که سرباز بود. مادوی عزیز، منو میگه اسمم مادلنه. نه خواب دارم نه خوراک. سلام، تو از کجا اومدی؟ لازم نیست بترسی، تو کار بدی نکردی. این تیرانداز جوان شما رو یاد کی میندازه؟ آره دیدمش. منم دوست دارم پیش شما باشم و به تغییر شکل ابر نگاه کنم. یعنی آقدیان انگری آفرین خانم، واقعا فکر خوبی کردی. خانواده‌ای که با هم پسنداز میکنن با هم پرداخت میکنن. یاد دلخور نشو پسرم. پرنس جانم تولدتو بهت تبریک میگه. نوریانه یه نفهم دیگه کفر منه دل. این دفعه دیگه تصمیم گرفتم میخوام با این حسابتو برسم. انصاف داشته باش داروغه، نمیبینی چه ضعیف و لاغر شده؟ بیا بنشین آدم، باید کمی استراحت کنی. جمع شید دور میز، میخوام خوب منو ببینید و صدای منو خوب بشنوید. عالیه. 1 2 3. قامتی چقدر سرزنده و شاداب به امیر نظام بیشتر میماند تا نقاش باشه. سلام عمو جان. من با خانم مظفر وعده. اصلا اینجوری حساب کنیم من دارم با این عمل نسبت به جناب رئیس ادای دین میکنم، شما دیگه چرا؟ استاد قالیچه به خواست خدا تمام شد. عهد کرده بودم اگر زنده موندم و قالیچه تمام شد با خاک پای شما تبرک بشه. من فقط واسه این زندگی میکنم که تو رو راضی کنم. طبق داده های ماینست، بر اساس پژوهش‌های ما یک ماده شیمیایی در پرینیا ایمورتالیس وجود داره که حیات سلولی رو به طرز چشمگیری افزایش میده. من دیرم شده، باید برم به کارم برسم. دیر برم من خوردم میافتم. گفتی ریچارد فرستادیش بره به جنگ‌های صلیبی. خونه شاگرد بودم اندرونی حضرت والا، بیرونم کردن، حالا دورگردم تو تون فروشم. و بعد فکر کنم